қарор аст фарду президенти Тоҷикистон дар гузашти низомӣ бахшида ба 75-мин солгарди пирӯзӣ бар олмони фашистӣ дар Москав ширкат кунад. Дар пешорӯи сафари Эмомалӣ Раҳмон ба пойтахти Русия, Иззат Амон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, хостори мулоқот бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон барои расонидани мушкилоти муҳоҷирон шуд. Ӯ дирӯз бо ин мазмун муроҷиати видеоӣ нашр кард. Абдуфатто Шарифзода, сухангӯи президенти Тоҷикистон, гуфт барномаи сафари президент хеле кӯтоҳ буда бо назар дошти хатари коронавирус имкони чунин мулоқот дар миён нахоҳад буд. Дар суҳбате бо Иззат Амон аз ӯ пурсидем ҳадафаш аз ин исорот чист. طول 28 ساله که رئیس جمهور کشور هر سال 2 بار یا 3 بار به این کشور میآید، هیچ بار چنین صورت نگرفته است که رئیس جمهور ما با مهاجران واقعی صحبت و واخوری گذرانده باشند. ببینید هزارها دانشجویانی هستند که در روسیه تحصیل میکنند، در دانشگاه روسیه تحصیل میکنند و 90% این دانشجوها هدف بازگشتن به وطن ندارند. اونا از جانب تاجیکستان البته راهنمایی میشوند، میآیند و در این کشور در دانشگاه ها درس میخوانند، ولی بعد از گرفتن دیپلم و بعد از آوردن علم و متخصص گشتن نمیخواهند به کشورشان برگردند. بنابر همین ما یک پیشنهادی داریم برای رئیس جمهور که امکان دارد انا همین دانشجوهای دیپلم دار و متخصص را بتواند به کشور برگرداند. شما پیشتر گفتید که امید دارید پرزیدنت تاجیکستان به درخواست شما پاسخ مثبت میدهد. اگر همین طور هم شد، شما در ملاقات با امامعلی رحمان چی پیشنهادها را مطرح خواهید کرد؟ البته مشکلات مهاجرین در این کشور خیلی زیادند، ولی اگر شروع کنیم با پیشنهادها، اولین پیشنهاد ما با رئیس جمهور کشور این خواهش وارد گشتن کشور ما با اتحاد اوراسیا می باشد که خیلی مشکل مهاجران را آسان می‌گرداند. منظورم آن همان سپاریدن پول پاتنت و با قیدگیری رجیستراسیا برای دولت‌هایی که عضو این تشکیلات هستند خیلی آسان می‌گردد. دوم پیشنهاد ما با پرزیدنت کشور این تأسیس یک وزارت در سمت مهاجرات میباشد، یعنی وزارت مهاجرین یا یک وزارت مهاجرت کشور میباشد. ببینید 40% بودجه کشور را مهاجرا وارد میکنند. اینا حق دارند که برای خود یک وزارت داشته باشند. و پیشنهاد سومی که ما میخوایم به رئیس جمهور کشور نماییم این اشتراک مهاجرین کشور در معرکه‌های مهم سیاسی کشور تاجیکستان میباشد. منظورم انا همون انتخابات مجلس یا انا همون معرکه مهم سیاسی که انتخابات رئیس جمهور کشور ما می باشد، شرکت مهاجرین در 28 سال اصلا بیرنگ است. یکی از موضوعهای مهمی دیگر که می‌خواهیم با رئیس جمهور کشور حل و فصل نماییم این موضوع نفقه گرفتن مهاجرین تاجیک در این کشور می باشد. با سپاس از ایزت امون، این حامی حقوق در ادامه صحبت گفت اگر پرزیدنت تاجیکستان با ملاقات با آنها موافقت نکند، این و بعضی دیگر پیشنهادهایشان را در شکل خطی به اداره ریاست جمهوری تاجیکستان ارسال می‌دارند.